درود خدمت هنرجویان و دوستداران عزیز ساز سنتور. در سایت santuracademy.com هستیم. جلسه 25 از دوره متوسطه مکتب آموزشی استاد فرامرز پایور، 4 مضراب مخالف سگاه از کتاب قطعات موسیقی مجلسی. اون جلسه براتون تقریبا 1/3 رو درس دادیم، چون یه درس دیگه هم داشتیم. امروز بقیه‌اش رو براتون در نظر گرفتیم به عنوان جلسه آخر بر رنگ ردیف ابتدایی که دوره ردیف ابتدایی هست، دورمون هست، بار دومه که داریم میزنیم که به این ترتیب دیگه دستگاه سگاه تموم میشه. یعنی تمام مطالب رو ما از کتاب ردیف استاد صبا، قطعات موسیقی مجلسی، مجموعه پیش درآمد و رنگ، صیغت 4 مضراب و ردیف ابتدایی هم که دوره کردیم، اینا همه دیگه تموم میشن و دستگاه سگاه به پایان میرسه. جلسه 25. خب اینجا دیگه چنگ داریم، ولی چون ادامش یه دولا چنگ است دیگه ریز پر میگیریم، 4 تایی نمیگیریم. ریز پر رو سل میگیریم، میایم رو فا. برگشت 1 شروع میشه، ولی بار دوم 1 شروع نمیشه، 1 و 2 سکوته، 3 شروع میشه. میره می رو گفتیم، ر دو دوره، دو سی سی دو. این تکیه هم به صورت شلال یا وسط 2 تا نوت میتونیم بزنیم، ولی صدای 2 تا سی کاملا واضح باید بیاد. سطر سوم، صفحه سوم از بعد از برگشت. ببین این یه چنگ و یه دولا چنگ میشه یه چنگ نقطه دار. چون تک نداره دیگه میتونیم ریز رو بیشتر بگیریم. 3 شماره ریز میشه، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3. یه تریل سول میاد آخرش رو فا. خب بعد از این 4 مضراب رنگ ردیف ابتدایی رو هم براتون در نظر گرفتیم که آخرین بخش از دستگاه سگاه ردیف ابتداییه. اینها رو مرور کنید. خیلی سنگینه برای کسایی که میخوان یکم حرفه‌ای‌تر کار کنن، میتونن هر 3 قسمت رو از خودشون رندوم امتحان بگیرن و امیدواریم که تا شروع دستگاه بعدی که شور باشه بتونیم دوباره همدیگر رو ببینیم. خدا نگهدار.